یک روز معمولی سال 1978 توی گوشه دور افتاده جنگل‌های آمریکای جنوبی. بیشتر از 900 نفر کنار هم نشسته بودن. مادر، پدر و بچه‌ها. آدمایی که چند سال قبل زندگی عادی خودشونو داشتن. کار میکردن، دوست داشتن، رویا داشتن، اما حالا همشون منتظر مرگ بودن. بدون اینکه فرار کنن، بدون اینکه شورش کنن، بدون اینکه کسی مجبورشون کرده باشه یا با قل و زنجیر آورده باشنشون. چطور ممکنه صدها نفر خودشون به سمت چیزی برن که قرار جونشون رو بگیرن؟ شاید بپرسی که دیوونه بودن یا یه نفر تونسته بود یه کاری کنه که واقعیت یه جور دیگه بهشون نشون بده. مردی که پشت این اتفاقا بود سالها قبل فقط یه کشتی معمولی بودش. به فقرا کمک میکرد، از برابری حرف میزد، به مردم امید میداد، اما همین آدم کمتر از 2 دهه تبدیل شد به رهبر یکی از مرگبارترین فرقه های تاریخ. اسمش جیم جونز بوده. این داستان جونزتاون هستش. داستان این که چطور اعتماد به یه آدم میتونه به خطرناکترین نقطه ضعفشون تبدیل بشه. قبل از اینکه وارد داستان بشیم، اگه پرونده های واقعی، روانشناسی انسان و رازهای تاریک تاریخ علاقه داری، خوشحال میشم همراه دارک پازل باشی. اگه بخوایم از خطرناکترین فرقه‌های تاریخ نام ببریم، تقریبا همیشه نام جونزتاون تو صدر این فهرست قرار میگیره. اما برای اینکه بفهمیم چطور بیشتر از 900 نفر رو از جمله صدها کودک، پدر، مادر، پیر و جوان جون خودشون رو از دست دادن، باید به چند سال عقب برگردیم. به وقتی برگردیم که همه چیز فقط از یه مرد شروع شد. جیم جونز سال 1931 تو ایالت ایندیانای آمریکا به دنیا آمد. دوران کودکی خیلی سخت داشت. خانواده‌اش فقیر بودن و خیلی از اطرافیانش هم اون یه پسر منزوی و عجیب میدونستن. اصلا اون سن پایین علاقه خیلی غیر عادی به مذهب، مرگ و قدرت داشتش. ساعت‌ها کتاب مذهبی رو مطالعه می‌کرد و تو مراسمات کلیسا شرکت می‌کرد. و حتی برای بچه‌های همسن سال خودش هم ادا کشیش رو در می‌آورد. اما چیزی که بیشتر از ایمان براش اهمیت داشت، نفوذ به ذهن مردم بودش. اون خیلی زود متوجه شدش که اگه بتونه احساسات مردم رو کنترل کنه، میتونه زندگیشون رو هم کنترل کنه. سال 1950 اومد یک کلیسایی رو تأسیس کرد که به اسم معبد مردم شناخته شده بودش. برخلاف خیلی از کلیساهای اون زمان، اون شعار برابری نژادی میدادش. زمانی که تبعیض علیه سیاه‌پوستان توی آمریکا داشت بیداد میکردش، اون داشتش از این موضوع طرفداری میکردش. از فقرا و سالمندا و بیخانمان و افرادی که از جامعه کلاً طرد شده بودن هم حمایت میکرد. همین موضوع هم باعث شدش که خیلی ها فکر کنن که خیلی آدم مهربون و شجاع و متفاوتی هستش. اما پشت این چهره خیرخواه یه شخصیت دیگه پنهون شده بود. جیم جونز کم کم کاری کردش که اعضای کلیسا کمتر به خانواده و دوستا و جامعه اعتماد میکردن، بیشتر به سمت اون وابسته میشدن. اون خودشو تنها کسی معرفی میکردش که حقیقت رو میدونه و کم کم ادعا کردش که فقط یک کشیش نیست، میتونه سری قدرت‌های ماورایی هم داشته باشه. میتونه بیمارا رو شفا بده، میتونه آینده رو پیش بینی کنه، حتی میتونه معجزه کنه. بعد مشخص شدش که خیلی از اون معجزه‌هایی که صحبتشون میکرد اصلا از قبل طراحی شده بودش. یه سری آدما رو بین جمعیت میذاشت که باش همکاری میکردن و بهش یه سری اطلاعات میدادن که مثلا نشون میدادن که این داره اون مریضی‌ها رو میدونه که مریضیاشون چی هست و داره شفاشون میده، که همه فکر کنن که این آدم یه قدرت فراتبیعی داره. هر چقدر تعداد پیروانش هم بیشتر میشد، قدرتش هم بیشتر میشد. اون از اون اعضایی که جمع کرده بود میخواستش که کل دارایی‌هاشون رو به کلیسا ببخشن، ارتباطشون رو با خانواده‌هاشون قطع کنن و زندگیشون رو کاملا وقف اون بکنن. هر مخالفتی هم نشانه خیانت براش تلقی میشد. اعضا هم ساعت‌های طولانی کار میکردن، تحت کنترل دائمی اون بودن و دائما این جمله رو میشنیدن که دنیای بیرون دشمن شماست و من فقط دارم از شما محافظت میکنم. اواخر دهه 70، یعنی اواخر سال 1970 ورق کم کم برگشت. روزنامه‌نگارا و اعضای سابق فرقه شروع کردن به افشای گزارش‌های درباره ضرب و شتمایی که میکرد، تهدیدات، سوء استفاده‌های روانی و کنترل شدید اعضا. فشار رسانه‌ها و تحقیقات دولتی هم هر روز بیشتر می‌شده. جیم جونز احساس کردش که دیگه نمیتونه توی آمریکا فعالیتش ادامه بده. اون اومد یه تصمیم گرفت که حالا
بعدها سرنوشت صدها نفر برای همیشه تغییر داده بشه. توی دل جنگل‌های کشور گویان توی آمریکای جنوبی یه زمین خیلی بزرگی رو خرید و پیروانش گفتش که قراره اونجا بشه بهشت روی زمین، جایی بدون تبعیض، بدون خشونت و بدون فساد دولت‌ها. اسمش آمد گذاشت جونستان. بیشتر از 900 نفر با فروش خونه هاشون و ول کردن خانواده و ترک زندگی که قبلا داشتن همراه راهی جنگل شدن، با این امید که زندگیشون قراره زندگی آرمانی و آروم باشه. اما چیزی که انتظارشون رو میکشید نه یه بهشت، بلکه یکی از تاریک ترین کابوس های تاریخ بشریت بود. اولش جونستان دقیقا همون چیزی بودش که جیم جونز وعده‌شو داده بود. بین جنگل‌های انبوه گویان اعضای فرقه با دستای خودشون خونه‌هاشون رو می‌ساختن، زمین رو کشاورزی می‌کردن، سعی می‌کردن که یه جامعه مستقلی رو به وجود بیارن. از بیرون همه چی شبیه یه آرمان شهر بود، جایی که مردم با همکاری همدیگه داشتن زندگی می‌کردن و هیچ خبری هم از تبعیض و نابرابری نبود. اما این تصویر فقط ظاهر ماجرا بود. به مرور زمان چهره واقعی جونستان مشخص شد. هیچ کسی اجازه نداشت بدون اجازه جیم جونز از اردوگاه خارج بشه. گذرنامه ها و مدارک شناسایی اعضا جمع آوری شده بود و نگهبان های مسلح شبانه روز اطراف اردوگاه ها رو زیر نظر داشتن. جنگل های متراکم اطراف هم عملاً فرار رو غیر ممکن کرده بود. از اول صبح تا آخر شب توی گرمای طاقت فرسای استوایی کار میکردن. کشاورزی، ساخت و ساز، کار سنگین. اونا هم با غذای خیلی کم، هم استراحت محدود، تمام این کارا خودشون انجام میدادن. خیلی از کسایی که بعدها موفق شده بودن فرار کنن تعریف کردن که دائما احساس گرسنگی و خستگی میکردن. اما سخت‌ترین بخش زندگی تو جونستان کار اجباری نبود، کنترل ذهن بود. خیلی عجیب بود. یه سری بلندگوها رو آورده بود تو سر اردوگاه نصب کرده بود که تقریبا تمام شبانه روز صدای جیم جونز داشت توی اونها پخش میشد. اون ساعتها سخنرانی میکردش، از دشمنان میگفت که به زودی قراره حمله کنن، از دولت آمریکا میگفت که قصد داره اونها رو نابود کنه و از اینکه تنها راه نجاتشون اطاعت کامل از اون هستش. از انقدر این حرفا رو شنیده بودن که کم کم مرز بین واقعیت و دروغ براشون از بین رفت. جیم جونز حتی خانواده هم یه تهدید میدونست برای قدرت خودش. اون تلاش میکردش که وابستگی‌های عاطفی افراد رو که به بچه‌هاشون یا همسرشون یا والدینشون داشتن رو از بین ببره تا تنها نقطه اتکاشون بشه خود جیم جونز. اگه کسی از تصمیماتش هم انتقاد میکرد یا حتی سوال میپرسید، ممکن بود تو جمع تحقیر بشه، کتک بخوره یا حتی ساعتها مورد بازجویی قرار بگیره. اما شاید ترسناکترین رسم جونستان مراسم بودش که بعدها به اسم شب‌های سفید وایت نایتس شناخته شد. تو نیمه‌های شب یه آژیر خطر رو میزد و همه فوراً تو محوطه مرکزی جمع میشدن. جیم جونز اعلام میکردش که دشمنا توی راه هستن و ارتش به زودی حمله میکنه، یا اینکه میگفت پایان کار ما فرا رسیده، میگفت ما دیگه به آخر رسیدیم. بعد از اون لیوانایی که حاوی نوشیدنی بودش رو بین تمام اعضا توزیع میکردن. جونز به اونها میگفتش که این نوشیدنی ها حاوی سمه و از همه میخواستش که بدون هیچ تردید اونو بخورن، چون بهشون گفته بودش که مرگ با عزت بهتر از اسیر شدن به دست دشمنا هستش. صدها نفر از پیر و جوون، حتی مادرایی که بچه‌هاشون رو بغل گرفته بودن، با دست لرزون اون نوشیدنی رو میخوردن و تو سکوت منتظر میموندن که مرگشون فرا برسه. اصولا اینطوری بودش که چند دقیقه بعد جیم جونز اعلام میکردش که این فقط یه آزمایش بودش که وفاداریتون رو بسنجه و اون نوشیدنی اصلا هیچ سمی نداشته. این نمایش بارها تکرار شد و هر بار اعضا یاد میگرفتن که بدون سوال کردن از هر دستوری اطاعت کنن، حتی اگه اون دستور خوردن اون چیزی باشه که فکر میکنن قراره اونا رو بکشه. بدون اینکه خودشون متوجه باشن، جیم جونز در حال آماده کردن اونها بود برای روزی که واقعا قراره که این آزمایش به طور واقعی اجرا بشه و دیگه تمرین نباشه. تا اینجای داستان جیم جونز تونسته بود بیش از 900 نفر رو با خودش به جنگل‌های گویان ببره. اما سوال اینجا بودش که واقعا زندگی توی جونستان چطور بود؟
اگر از بیرون نگاه میکردی همه چی عالی به نظر میرسید. چند تا خونه چوبی، مزرعه، آدمایی که کنار هم داشتن کار میکردن، لبخند به لب داشتن. حتی بعضی خبرنگارا و بازدید کننده ها هم فکر میکردن که اینجا یه جامعه آرمانی هستش. کم کم اعضا فهمیدن که اینجا اون بهشتی نیستش که بهشون قول داده شده. تا مدت ها هیچ کسی نمیدونستش که دقیقا داخل جونستان داره چه اتفاقی میفته، چون هر نامه‌ای که اعضا می نوشتن قبل از اینکه ارسال بشه یا حتی تماس‌های تلفنیشون تقریبا همه بررسی میشدش و عملا که اصلا تماس تلفنی وجود نداشت. اگر هم وجود داشت بررسی میشد. هر کسی هم که موفق میشد فرار کنه خیلی داستانه وحشتناکی از اون تو تعریف میکرد که خیلی باورشون نمیشد. اما کم کم تعداد این روایت ها زیاد شد. یعنی کسی که تونستن فرار کنن و حالا برن بیرون یه اطلاعات بدن دیگه کم کم زیاد شد. خانواده اعضای فرقه که ماها یا حتی بعضیشون سالها از عزیزشون خبری نداشتن شروع کردن به شکایت کردن. حالا گفتم مثلا پسرمون یا دخترمون دیگه جواب نامه هامون رو نمیده و ازش هیچ خبری نداریم، یا بهشون اجازه نمیدن که برگردن. این شکایت ها انقدر زیاد شد که بالاخره توجه یکی از نماینده های کنگره آمریکا رو جلب کردش. اسمش لئو رایان بود. رایان از اون سیاستمدارهایی نبود که فقط پشت میز بشینه و بخواد کار کاغذی کنه یا گزارش بخونه. گفت خودم میرم اونجا ببینم چه خبره. سال 1978 به همراه چند تا از خبرنگارا و یه تعدادی فیلمبردار، یه تعداد از خانواده‌های اعضای فرقه راهی گویان شد. وقتی وارد جونستان شد، جیم جونز خیلی تلاش میکردش که همه چی خیلی عادی نشون داده بشه. موسیقی پخش میشد، مردم داشتن لبخند میزدن، بچه‌ها بازی میکردن، همه خودشونو خیلی راضی داشتن نشون میدادن. اعضای فرقه هم جلوی دوربین میگفتن که اینجا بهترین جایی که تا حالا زندگی کردن. انگار همه چی طبیعی بود، اما پشت اون لبخندها یه ترسی پنهان شده بود. شب همون روز یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. یکی از اعضای فرقه یواشکی خودش رو رسوند به خبرنگارها بدون اینکه کسی متوجه بشه. یه تیکه کاغذ کوچیکو داخل دست یک از خبرنگارا گذاشتش. روی کاغذم فقط چند تا کلمه نوشته شده بود: لطفاً ما رو از اینجا ببرید. بعد از اون چند نفر دیگه مخفیانه خودشون رو به گروه رسوندن و همه یه حرف مشترک داشتن: ما دیگه نمیخوایم اینجا بمونیم. برای اولین بار جیم جونز فهمید که داره کنترلش روی اعضا رو از دست میده و برای کسی مثل اون از دست دادن کنترل بدترین کابوسش بود. اون شب شاهدا میگن که حال جیم جونز به شدت به هم ریخته بوده، مدام قدم میزده، زیر لب حرف میزده و به اطرافیانش میگفته که همه چیز تموم شده، اونا میان و هممون رو نابود میکنن. صبح روز بعد لئو تصمیم گرفتش که هر کسی که میخواد اونجا رو ترک کنه رو با خودش ببره. چندین نفر سوار کامیون شدن و به سمت فرودگاه حرکت کردن. اما هیچ کسی نمیدونست که جیم جونز تصمیمش رو گرفته. از این لحظه به بعد داستان جیم جونز تاریک ترین فصل خودش رو میبینه. صبح 18 نوامبر 1978 هوا هنوز کامل روشن نشده بود که گروه لئو رایان همراه با چند نفر از اعضایی که تصمیم گرفته بودن فرار کنن، یعنی اونجا رو ترک کنن، راهی فرودگاه کوچیکی میشن به اسم پورت کاپ توما. شاید فکر میکردن همه چیز قراره تموم بشه. شاید فکر میکردن فقط کافی سوار هواپیما بشن و از اون جهنم دور شن. اما جیم جونز آدمی نبود که اجازه بده کسی از قلمروش فرار کنه. چند دقیقه بعد یه تراکتور با چند تا تریلر و چند تا مرد مسلح از جونستان به سمت فرودگاه حرکت کردن. در ظاهر انگار اومده بودن که چند نفر دیگر رو هم برسونن. هیچ کسی شک نکرد تا اینکه به طور ناگهانی صدای شلیک گلوله سکوت فرودگاه رو شکست. مردان مسلح بدون هیچ هشداری شروع کردن به تیراندازی کردن. همه به هر سمتی که میتونستن فرار کردن. بعضی‌ها خودشونو پشت هواپیما انداختن. بعضی‌ها روی زمین خوابیدن و بعضی‌ها حتی فرصت هیچ واکنشی رو پیدا نکردن. در عرض چند دقیقه چندین نفرشون کشته شدن. یکی از اونها لئو رایان، نماینده کنگره آمریکا بود. این اولین بار بود که یک نماینده کنگره آمریکا به طور رسمی تا انجام یک عملیات داشته به قتل می‌رسید. اما فاجعه واقعی هنوز شروع نشده بود.
همون موقع که تیراندازی تو فرودگاه تموم شد، افراد مسلح خبر موفقیتشون رو به جونستان بردن. جیم جونز همه رو خواست که ازشون بیان توی محوطه اصلی اردوگاه. صدها نفر زن و مرد و بچه دور هم جمع شدن. اما این بار خبر از لبخندهای همیشگی نبود. جیم جونز پشت میکروفون رفت و گفت دیگه همه چی تموم شده. بعد از کشتن نماینده کنگره، دولت آمریکا به اینجا حمله میکنه. اونا میان بچه‌مون رو شکنجه میدن و هیچ کدوم ماها زنده نمیمونیم. بعد چند لحظه سکوت کرد و جمله رو گفت که سالها بعد به یکی از معروفترین جملات تاریخ فرقه ها تبدیل شد. وقتشه یه خودکشی انقلابی انجام بدیم. اعضا قبلا بارها این جمله رو شنیده بودن. همون شب‌های سفیدی که فکر میکردن فقط یک تمرینه. اما این بار دیگه تمرین نبود. این بار واقعا قرار بود اتفاق بیفته. بعد از حرفای جیم جونز چند نفر از اعضا هنوز مردد بودن. صدای اعتراض بعضی از اون روز توی فایل‌های صوتی واقعی از مدارک که بعداً به دست مامورین رسیده بود شنیده میشه. یکی از زنها التماس میکنه که راه دیگه‌ای پیدا کنیم. میگه لازم نیستش بمیریم. هنوز میتونیم زندگی کنیم. اما جیم جونز اصلا اجازه نمیده که بخواد بقیه حرفش رو بزنه. مدام حرفش رو قطع میکنه و تکرار میکنه دیگه هیچ راهی وجود نداره. همه چیز تموم شده. بعد چند نفر از افراد مورد اعتماد شروع میکنن به آماده کردن اون نوشیدنی‌های معروفش. داخل یه مخزن خیلی بزرگ نوشیدنی‌های شیرین با مقدار خیلی زیادی سم و داروهای آرامبخش مخلوط میشه. اول از همه نوبت بچه‌ها بوده. مادر و پدرها با باور اینکه فرزندشون قراره که از رنج و شکنجه نجات پیدا کنن، اون نوشیدنی‌ها رو به بچه‌هاشون میدادن. بعضی از بچه‌ها گریه میکردن، بعضیشون مقاومت میکردن، اما نهایتاً یکی یکی روی زمین میافتادن. بعد از بچه‌ها نوبت بزرگسالا رسید. بعضیا بدون هیچ مقاومتی نوشیدنی رو میخوردن. بعضی‌ها گریه میکردن و گزارش شاهدانی که زنده مونده بودن نشون میده که همه هم داوطلب نبودن. بعضی از افراد با تهدید یا اجبار یا با اسلحه‌ای که روی سرشون میذاشتن مجبور شدن که اون نوشیدنی رو بخورن. کمتر از 1 ساعت جونستان به شهر خاموش تبدیل شد. وقتی نیروهای امدادی چند روز بعد وارد اردوگاه شدن، با صحنه روبرو شدن که دنیا رو شوکه کرد. پیکر بیجان صدها نفر کنار هم روی زمین افتاده بود. مادرایی که هنوز فرزنداشون توی آغوششون بودن. خانواده هایی که آخرین لحظات عمرشون رو کنار هم گذرونده بودن. در مجموع بیش از 900 نفر جون خودشون رو از دست دادن. از بین اونها بیشتر از 300 نفر بچه بودن. اما شاید عجیب‌ترین بخش ماجرا سرنوشت خود جیم جونز بود. وقتی مامورین جسدش رو پیدا کردن اون هم مرده بود، اما نه با نوشیدنی. برخلاف بیشتر اعضای فرقه شواهد نشون میداد که مرگ او بر اثر شلیک گلوله بوده. هنوز هم دقیقا مشخص نیستش که خودش این کارو کرده یا فرد دیگه بهش شلیک کرده. مردی که سالها ادعا میکردش که ناجی مردمه، در نهایت یکی از بزرگترین تراژدی‌های تاریخ رو رقم زد. اما سوال اصلی هنوز باقی مونده. چطور ممکنه صدها انسان عادی، تحصیل کرده، مهربون و حتی خانواده دوست به جایی برسن که حاضر بشن از دستورات همچین آدمی پیروی کنن؟ جواب این سوال فقط در مورد جونستان نیستش. درباره ذهن انسانه. فرقه ها با زور شروع نمیشن. اونها با یه وعده شروع میشن. بعد قدم به قدم اعتماد، هویت، روابط و قدرت تصمیم گیری انسان رو ازش میگیرن. تا جایی که دیگه حتی مرگ هم براشون یه انتخاب شخصی به نظر میرسه. در حالی که سالهاست قدرت انتخاب رو ازشون گرفتن. و شاید ترسناکترین بخش داستان همینه. هیچ کدوم از کسایی که روز اول وارد جونستان شدن فکر نمی‌کردن یک روزی پایان زندگیشون قراره اینجوری رقم بخوره. حالا شاید این سوال برات پیش بیاد که مگه میشه 900 نفر انقدر ساده گول بخورن؟ واقعیت اینه که جواب نه. اگه فکر میکنی اعضای جونستان آدم‌های ساده‌لوح یا کم‌هوش بودن، باید بدونی که تحقیقات روانشناسی دقیقاً برعکس این رو نشون میده.
بیشتر اونها آدم‌های خیلی معمولی بودن، معلم، پرستار، پزشک، همه جور آدمی بینشون بوده، محصل، باسواد، بیسواد، همه جور قشری توی این فرقه بوده. آدمایی که فقط دنبال یک زندگی بهتر میگشتن. جیم جونز هم هیچ وقت روز اول به کسی نگفتش بیا با من بمیر. روز اول گفتش که بیا کنار آدم‌های زندگی کن که دوستت دارن. بعد گفت بیا به من اعتماد کن. بعد گفتش که فقط به حرف من گوش کن. بعد گفت بیا خانوادت رو ترک کن، خانوادت رو دوست ندارم. بعد گفت دنیا دشمنته. و وقتی سالها این مسیر رو قدم به قدم طی کردش، دیگه دستور آخر برای خیلی ها عجیب نبودش. روانشناسا به این روش میگن کنترل تدریجی ذهن. یعنی هیچ کسی یک شبه تبدیل به عضو اون فرقه نشدش، هر بار فقط یه قدم کوچیک به سمت اون رفتش و وقتی به خودش میاد میبینه که کیلومترها از زندگی قبلیش فاصله گرفته. شاید به خاطر همینه که جونستان فقط یه اتفاق تاریخی نیستش، یه هشدار هم هستش. هشداری که میگه هر وقت کسی ازت خواست فقط به خودش اعتماد کنی، هر وقت گفت خانوادت دشمنت هستن، هر وقت گفت حقیقت فقط پیش منه، همون چیزی که من دارم بهت میگم، باید بدونی که خطر دقیقاً از همون لحظه شروع میشه. شاید اسمش فرقه نباشه، شاید تو لباس مذهب نباشه، شاید حتی خودش رو یه ناجی، یه مربی یا یه رهبر دلسوز معرفی کنه. اما هر جایی که قدرت فکر کردن از آدم گرفته بشه، فاجعه فقط منتظر فرصته. و شاید بزرگترین درسی که جونستان میده همین باشه. هیچ فرقه‌ای با مرگ شروع نمیشه. همشون با اعتماد شروع میشن. اگه فکر میکنین جونستان فقط درباره یه آدم دیوونه بوده، شاید بد نباشه بدونی که خیلی از روانشناس‌ها نظر متفاوتی دارن. اونا میگن جیم جونز از روش‌هایی استفاده میکرده که هنوز هم بعضی فرقه‌ها و گروه‌های افراطی، حتی خیلی از کلاهبردارهای حرفه‌ای دارن ازش استفاده میکنن. 5 تا تکنیک بوده که جیم جونز داشته ازش استفاده میکرده. اولین تکنیکش ایزوله کردن افراد بوده. جونز کاری کردش که اعضا کم کم از خانواده، دوستها و حتی دنیای بیرونشون فاصله بگیرن. وقتی فقط یه صدا رو بشنوی، کم کم همون صدا برات تبدیل میشه به حقیقت. دومین تکنیکش ترسوندن مداوم بود. اون هر روز تکرار میکرده که دولت آمریکا، رسانه ها و همه مردم دشمن ما هستن. وقتی آدم ها دائما احساس خطر کنن، مغزشون کم کم منطقی تصمیم میگیره و بیشتر میره دنبال کسی که احساس امنیت داره بهش میده. و اون شخص توی این داستان خود جیم جونز بوده. سومین تکنیک، کنترل اطلاعات. اعضا اجازه نداشتن روزنامه بخونن، اخبار واقعی رو ببینن یا آزادانه بخوام با خانواده‌هاشون حرف بزنن. وقتی فقط یه منبع اطلاعاتی داشته باشی، کم کم همون منبع واقعیت تو رو میسازه. چهارمین تکنیک، اطاعت تدریجی. جیم جونز هیچ وقت از روز اول از کسی نخواستش که بیاین جونتون رو بدین. اول ازشون خواست که بیشتر کار کنن، بعد گفت پولشون رو بدن بهش، بعد ارتباطاتشون با خانواده‌هاشون قطع کنن. هر بارم یه قدم رفت جلوتر. این همون چیزیه که روانشناسا بهش میگن تعهد تدریجی. وقتی برای یه تصمیم هزینه‌های خیلی زیادی بدی، دیگه برگشتن ازش واقعا برات سخت میشه. قطعاً اینو توی زندگی شخصی خودمون هم تجربه کردیم. و پنجمین، شاید مهمترین تکنیکی که جیم جونز ازش استفاده کرد، ساختن یک رهبر شکست ناپذیر بود. جونز خودش رو فقط یک کشیش معرفی نمی‌کرد. کم کم تبدیل شد به یک کسی که انگار هیچ وقت اشتباه نمی‌کنه. هر مخالفتی باهاش معادل خیانت بود و دقیقاً از همین لحظه فرقه شکل میگیره. چون وقتی یه انسان خودش رو تو بالاترین سطح حقیقت قرار بده، دیگه هیچ ترمزی براش نمیمونه. واقعاً آدم‌ها تا کجا حاضرن از یه آدم قدرتمند اطاعت کنن؟ اتفاقاً این سوال رو حدود 15 سال قبل از این فاجعه جونستان به ذهن یک روانشناسای دانشگاه ییل به اسم استنلی میلگرام رسیده بود و اومد یک آزمایشی رو طراحی کرد. آزمایشی رو طراحی کرد که دنیا رو شوکه کرد. شرکت کننده‌ها فکر می‌کردن هر بار که یک نفر جواب اشتباه میده، باید بهش یک شوک الکتریکی بدن.
البته در واقع هیچ شوکی وجود نداشت، اون شوکه اصلا وجود نداشت. در واقع اون کسی که داشت بهش شوک وارد میشد و دانش آموز بود، اون یه بازیگر بود، داشت نقش بازی میکرد که شوک بهش وارد شده. اما اون شرکت کننده ها هیچ کدومشون این موضوع رو نمیدونستن، یعنی فقط اون دانش آموزه بازیگر بود. اون کسی که داشت شوک دهنده بود نمیدونستش که موضوع چیه. هر بار که جواب اشتباه رو میدادن باید ولتاژ بیشتر میشد. بعد از یه مدتی بازیگری که نقش دانش آموز رو داشت شروع میکرد به داد و فریاد زدن. التماس میکرد، فریاد میزد، بیحال میشد، میگفت قلبم درد میکنه، بعد کاملا ساکت میشد. نکته عجیب اینجا بود که خیلی از شرکت کننده ها میخواستن که آزمایش رو متوقف کنن، اما وقتی که اون پژوهشگر، اون نفر اصلی که فکر میکردن رهبره، بهشون میگفت که ادامه بدین، دوباره دکمه شوک رو فشار میدادن. نتیجه آزمایش همه رو شوکه کرد. بیشتر شرکت کننده ها حاضر شدن تا آخرین مرحله آزمایش پیش برن، فقط به این دلیل که هر بار که دلشون برای اون دانش آموزه میسوخت و برمیگشتن از اون پژوهشگر که اینا نمیدونستن که پژوهشگر در واقع نقش رهبر رو داشت، میخواستن که آزمایش متوقف کنه، بهشون میگفت که ادامه بدین. این نشون میداد اون کسی که داره اقتدار هستش باعث میشه که اینها به کارشون ادامه بدن. این یعنی گاهی اوقات اطاعت از قدرت میتونه قوی تر از وجدان ما عمل کنه و دقیقا همین اتفاق سالها بعد توی جونستان هم دیده شد. اعضای فرقه الزاماً آدم‌های بیرحمی نبودن. اونها فقط سالهای سال یاد گرفته بودن که از رهبرشون اطاعت کنن. اما آزمایش میلگرام تنها پژوهشی نبود که نگاه دانشمندان رو به رفتار انسان تغییر داد. 2 سال بعد، سال 1971، یه روانشناسی به اسم فیلیپ زیمباردو تصمیم گرفت یه سوال دیگر رو بررسی کنه. آیا آدم‌های معمولی اگه توی موقعیت خاصی قرار بگیرن ممکنه کارهای وحشتناکی انجام بدن؟ برای پیدا کردن جواب، زیرزمین دانشگاه استنفورد رو تبدیل کرد به یک زندان واقعی. بعد از بین ده‌ها داوطلب 24 تا دانشجوی کاملا سالم از نظر روانی رو انتخاب کرد. هیچ کدومشون سابقه جرم نداشتن، مشکل روانی نداشتن، همشون دانشجوهای معمولی بودن. بعد کاملا تصادفی به نصف اونها نقش زندانی رو داد و به نصف دیگه نقش نگهبان یا همون زندانبان رو داد. خیلی عجیبه، فقط چند ساعت طول کشید تا همه چیز عوض شد. نگهبانا کم کم شروع کردن به تحقیر کردن زندانی ها. برای اونها قانونهای عجیب میذاشتن. نصف شب بیدارشون میکردن، مجبورشون میکردن که ساعتهای طولانی سر پا وایسن. حتی بعضی وقتها فقط برای اینکه قدرتشون رو نشون بدن زندانی رو تنبیه هم میکردن. از اون طرف زندانی ها کم کم شروع کردن به اینکه اعتماد به نفسشون از دست دادن. بعضی ها دچار حملات عصبی شدن، بعضیشون گریه میکردن، بعضی ها واقعا باور کرده بودن که یک زندانی هستن. قرار بود این آزمایش 2 هفته ادامه پیدا کنه، اما فقط بعد از 6 روز این آزمایش متوقف شد. نه به خاطر اینکه زمانش تموم شده بود، بلکه چون اوضاع اونقدر از کنترل خارج شده بود که ادامه دادنش از نظر اخلاقی دیگه خطرناک بود. این آزمایش یه نتیجه خیلی مهم داشت. گاهی اوقات این فقط شخصیت آدم ها نیستش که رفتارشون رو تعیین میکنه. محیط، قدرت و نقشی که به اون انسان داده میشه میتونه رفتارش رو کاملا تغییر بده. حالا دوباره برگردیم به جونستان. آدمایی که اونجا زندگی میکردن سالها از خانواده هاشون جدا شده بودن. هر روز فقط یه صدا رو میشنیدن، هر روز با ترس زندگی میکردن. یاد گرفته بودن که سوال نپرسن. وقتی این شرایط رو کنار هم میذاری دیگه فاجعه جونستان اونقدری هم غیر قابل باور به نظر نمیرسه. این یعنی هر کدوم از ما اگه تو شرایط اشتباه برای مدت طولانی قرار بگیریم ممکنه که تصمیم‌هایی بگیریم که امروز فکر میکنیم ابداً از سرمون هم نمیگذره اون تصمیمات. و شاید ترسناکترین بخش داستان همینه. بزرگترین تهدید همیشه یک آدم شرور نیست. گاهی اوقات شرایطی که کم کم بدون اینکه خودت متوجه بشی ازت یک آدم کاملا متفاوت میسازه.
شاید بعد از شنیدن این داستان راحت ترین کاری باشه که بگی من هیچ وقت فریب همچین آدمی رو نمیخورم. اما تقریبا همه روانشناس‌هایی که سالها روی فرقه ها تحقیق کردن با این جمله موافق نیستن، چون اعضای جونستون از روز اول برای مردن نرفته بودن. اونها دنبال امید رفته بودن، دنبال برابری، امنیت، دنبال جایی که احساس کنن بهش تعلق دارن. جیم جونز از همین نیازهای کاملا انسانی سوء استفاده کرد. اون هیچ وقت یک شبه ذهن آدم‌ها رو تسخیر نکرد. قدم به قدم جلو رفت. اول اعتمادشون رو به دست آورد، بعد ارتباطشون رو با دنیای بیرون قطع کرد، بعد ترس رو جایگزین منطق کرد و در نهایت کاری کردش که حقیقت رو فقط از زبان خودش بشنود. جونستون فقط یه تراژدی تاریخی نیست، یه هشدار هم هست. هشداری که یادمون میندازه هر وقت کسی ادعا کرد فقط خودش حقیقت رو میدونه، هر وقت ازت خواست همه کسایی که دوستت دارن کنار بذاری، هر وقت گفت فقط به من اعتماد کن، باید بیشتر از همیشه سوال بپرسی. چون خطرناکترین فرقه ها همیشه با خشونت شروع نمیشن، با امید شروع میشن و شاید بزرگترین درس جونستون همینه. قدرت واقعی فرقه اسلحه یا زندان نیست. قدرتش اینه که کاری کنه قربانی زندانش رو خونه خودش تصور میکنه. اگر از این داستان فقط یه چیز به یاد داشته باشی، امیدوارم که این باشه: هیچ کس در برابر دستکاری ذهنی کاملا مسئول نیستش و شاید بهترین راه دفاع اینه که همیشه جرأت سوال کردن، فکر کردن و شک کردن رو حفظ کنیم. این همون چیزیه که فرقه ها ازش میترسن. صدها نفر توی جونستون جونشون از دست دادن، اما شاید مهمترین سوال داستان این نباشه که چطور اونا فریب خوردن. سوال واقعی اینه که اگه ما جای اونها بودیم آیا مطمئنیم که همون اشتباه رو تکرار نمی کردیم؟ این سومین پازل تاریک ما بود و تازه شروع راهه. اگه دوست دارین با هم این پازل ها رو باز کنیم، کانال رو سابسکرایب کنین. اگه نظری دارین حتما توی کامنت ها برام بنویسین. به نظر شما جیم جونز واقعا چطور تونست کنترل ذهن این همه آدم رو به دست بگیره؟ تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.